امشبم یک مهمان داریم. ساعت تقریبا 8 خورده که آمدین این مهمان عزیز خوب به برنامه دعوت کنین. این بیننده های عزیز واقعا مصروف خدمتن برای مردم عزیز خوب. میمان آقای ناب بودم و این اتفاق باعث شد که ما گفتم پس یک میمان دیگه هم دارین. گفته نمانه تفلک دیگه شما باز از شما گلمن نشه که عمر نصیر خوردیم، محمد طارق هم انشالله از این نوش جان کنین. کی نگران شما؟ نگران پدرمه که من دستبوسشان هستم و عاشقشان هستم. بسیار استرس و تشویشی هستن و معمولا شاید در شبان روز بالاتر از 10 یا 11 بار به من تماس بگیرن و خب من هنوز پدر نشدم و تجربه فرزند ندارم و همیشه برای من جمله که برای من میگن، من برای اینا میگم بابا جان شما بسیار تشویش میکنی، من نمیخوایم به خاطر از اینکه من میرم دیگران شاد بکنم شما رو ناراحت بسازم. میخواین به کوتاه پرسان کنیم؟ بله. مجرد یا متعهد؟ من خوشبختانه یا بدبختانه هنوز مجرد هستم. من یک حس و یک عشق صادقانه برای شما بگم، به خاک خود، به مردم خود، به پدر خود و مادر خود. اینا برای من ارزش داشته و ارزش داره و واقعا من عاشق مادر خود بودم و دنیا و زندگی و آرامش من مادر من بودن. طبعا همه پدران نگران فرزندان خود میشن، باز پدر من واقعا که من عاشقشان هستم، دستبوسشان هستم و ممنون و مدیونشان هستم که دعاگوی من هستم. من اگه اجازه شما باشه و انشالله برای شما یک تخم مرغ نیمرو پخته کنم و همراه بانجورومی، همراه فلفل و